برادران عزیز، همین کارها به شان و شرف ما، این کارها به نام تاجیک بودن ما، این کارها به مسلمان بودن ما و امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودن ما توری نمی بیاید. وقتی که تو یک برادر تبا برادر دیگر کوشش میکنی که در مابین اینها نزاع پیدا شود، در پوبلیک برآمده گپ میزنی که بلوگرها رنگ سگ میدویدن. آخه همین یک کلمه که تو گفتی اول فکر کن، اندیشه کن، بعد گپ زن. من البته را میفهمم که خیلی خطا کردی، در پوبلیک برو آوردی، پس ویدیوی دیگری تبا برو که مثال بنده شیری خام خوردگی در هر زمان شاید خطا کنه، پس چوبا ویدیوی دیگری تنها برو آوردی که کسی را که خفه کرده باشم منظرت خواهی میکنم من خطا کردم. نیست، این گپا وجود نداره. دهانتان همیقه گیز همیقه گفته استی که بلوگرها رنگی سگن، خداوند خار و ذلیلت کنه. همیخه تو تاجیکه که یک تاجیک با تاجیک جنگ میاندازی. مقصدی تو را من میدونم، مقصدی تو درباره چیه همه میدونم. نکه خواهش میکنم پیروی همیخه آدمان نشین و گپای همیخه انسانو را گوش نکنین. بگذار که یک کوچه در یک سگ جکی درخت بگیم. میفهمین؟ برادران عزیز محترم، من امیدوارم که همه شما خوب درک کردین و این روزی که این وقتایی که در گرانیسه تاجیکستان قرقیزستان نظام شده است، یعنی که جنگ شده است، برادرها خطونه به دست بگیرین و کوشش کردن در کار که این جنگ همون رشته نازکیش یافته گره کردن در کار و این جنگ به آخر برسه. دوستان، از جنگ یگان کس یگان فایده دیدگی نیست و فایده هم نمیشود. الله مهربان همه شما را نگهبان باشه. تا ویدیوی آینده با کانال ما بودن رو فراموش نمیکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.